اینجا دفتر مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست مرور میکنیم به سرخط برنامه امروز 14 دکامبر. بررسی دیگر برای قتل ماهره یتیم و در دادگاه برای باباجان شیرینزاده که همسرش را 13 کارد زد 18 سال زندان زیاد بوده است. مهاجران تاجیک و ازبک دردسر می‌آفرند و یا چرا بعضی مهمانخانه‌ها در مسکو برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای ندارند. و پوزگاه‌های غیرقانونی را بردارید. صاحبکاران ولایت سوغد میگویند مقامات اندوز در نزد آسیاب‌ها پوزگاه‌های شبانه روزی را تشکیل کردند. حکم باباجان شیرینزاده که همسر سابقش را با 13 ضرب کارد به قتل رساند عادلانه است یا نه؟ انتظار می رود دادگاه عالی تاجیکستان به این بحث نقطه گذارد. نزدیکان ماهره یتیم و کشته شده حکم دادگاه را نسبت شیرینزاده عادلانه می دانند، اما پیوندان محکوم شده برعکس 18 سال زندان را برایش مجازات سنگین می شمارند. چرا این موضوع را از میرزا نبی خالقزاد می شنویم. دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه شکایتی نزدیکان باباجان شیرینزاده که همسرش را در ماه ایون به قتل رسانیده و از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 18 سال زندان محکوم شده بود شروع کردند. نزدیکان باباجان شیرینزاده میگویند که آنها در هفته گذشته در نسبت حکم دادگاه شهر دوشنبه عریضه شکایتی پیشنهاد کردند و فعلا از طرف کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی مورد بررسی قرار دارد. در ضمن والدان ماهره یتیم و یعنی که همسر باباجان شیرینزاده برای آزادی گفتند که آنها نیز در نسبت این عریضه شکایتی والدان باباجان عریضه مقابل خود را پیشنهاد کردند و درخواست کردند که این حکم 18 ساله دادگاه تغییر داده نشود و همچنان باقی ماند. پدر ماهره در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید در جریان قضیه این بحث در دادگاه شهر دوشنبه همچون جبر دیده حضور داشت و میگوید که باباجان یعنی شوهر ماهره او را در خانه والدانش بیرحمانه با چند ضرب کارد به قتل رسانید و باید این حکم تغییر داده نشود. دادگاه شهر دوشنبه یک ماه قبل در نسبت باباجان شیرینزاده با ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار انسان او را به 18 سال زندان محکوم کرده بود. در همان روزی که دادگاه شهر دوشنبه از حکم خود اعلان داده بود، نزدیکان باباجان شیرینزاده با ناراضیتی گفتند که نسبت این حکم ناراضی هستند و به زنای بالایی دادگاه مراجعت خواهند کرد. در حال حاضر طوری که کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی تاجیکستان برای آزادی گفت هر دو عریضه قبول کرده شده و هر دو عریضه مورد تحقیق قرار دارد و انتظار می رود که در اوایل هفته آینده نتیجه نهایی خود را دادگاه عالی در نسبت این عریضه ها اعلان کند. رو می‌ریم با موضوع دیگر. پلیس فرانسه در پی یک عملیات گمانبر حمله به یارمارکه سال نوی استراسبورگ را بی‌ضرر کرد. در نتیجه تیرپرانی شب 11 دکامبر در استراسبورگ 3 نفر کشته و 12 کسی دیگر جراحت برداشته بود. گمانبر حمله را طی 2 روز 700 کارمند پلیس جستجو می‌کرد. اسکندر خوجا میرزاده در این باره گزارش می‌دهد. متهم در تیرپرانی مرگبار در یارمارکه شهر استراسبورگ فرانسه به قتل رسید. جستجوی او 2 روز دوام داشت و گفته مقامات افسران پلیس شریف شیکت را در تخمیناً 1.5 کیلومتری از مکان حمله پیدا کردند. آنها کوشش نمودند که شیکت متهم در کشتار 3 نفر را دستگیر کنند، ولی او به طرف افسران آتش گشاد. سپس شیکت از تیر جوابی افسران پلیس کشته شد. قدم نوبتی تشخیص جسد است. ما تحقیق را دوام می‌دهیم ولی فعلا شهادت نداریم که او شریک داشت. پلیس شیکت 29 ساله را همچون اکستریمیست دینی ارزیابی می‌کند. او 27 دفعه برای اعمال خلاف قانون در فرانسه، آلمان و شویتزاریا مجازات شده است. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات میگویند احتمال شیکت در محبس پیرو عقیده های رادیکالی شده باشد. نزدیکان و 2 برادر شیکت برای استنطاق بازداشت شدند.
برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستان برای بررسی محدود و یا حتی منع وارد شدن زنان سطرپوش به تشکیلات و اداره ها یک کمیسیه ویژه تأسیس یافته است. در نزد اعضای این گروه وظیفه گذاشته شده است که شکل قانونی منع حجاب و روسری زنان را هنگام وارد شدنشان به تمام تشکیلات و اداره ها معین کنند. همکارم عبدالله اشورов به آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام. خب برای تاجیکستان موضوع مبارزه با حجاب، سطر و روسری که از آن مقامات همچون لباسی به فرهنگ تاجیکان بیگانه نام میبرند نو نیست. رید و معرکه‌های تبلیغاتی در کوچه ها برده میشدند و میشوند. پس تشکیل کمیسیه به چه خاطر است و این تشبس از کدام اداره برآمد؟ سلام شالا. واقعا موضوع مبارزه با سطر و حجاب و یا به گفته مقامات از بین بردن تقلیدکاری به لباسپوشی به تاجیکان بیگانه در میان زنان نو نیست، اما در این راستا کمیته زنان و عائله تاجیکستان ماه قبل با نوشتن یک نامه از دادستانی کل تاجیکستان درخواست کرده است که به طور قانونی ورودی زنها را به سطر و حجاب به اداره و تشکیلات ها ناواسته از شکل مالکیت، یعنی چی دولتی و چی غیر دولتی، منع کند. دادستانی به نوبه خود به دستگاه اجرایی رئیس جمهور مراجعت کرده است و دستگاه اجرایی به مرکز ملی قانونگذاری سپارش داده است که مسئله منع سطر و حجاب را در شکل یک معیار حقوقی و مأموری ترتیب دهد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت در این زمینه یک کمیسیه ویژه تأسیس یافته است. روز سه‌شنبه آینده یک میز گرد در این رابطه تشکیل می شود و تمام وزارت و اداره های دولت تاجیکستان در آن شرکت می ورزند. مرکز ملی قانونگذاری بر پایه نظر و اندیشه های وزارت اداره ها یک طرح را در این زمینه تهیه خواهد کرد. اما عبدالله بوبین، تا کنون نیز ما و رسانه های دیگر ده ها گزارش در این رابطه داشتیم که سطرپوشی زنها در کوچه و بازار پیشگیری می شود. خبر منع وارد شدن با چنین لباس به اداره های دولتی حتی طربخانه و تویخانه ها نشر شده بود از این پیشتر. پس ضرورت دیگر برای بررسی این مسئله در چی است؟ شالا واقعا هم مقامات پوشیدن روسری و حجاب را به دلیل بیگانه بودن به فرهنگ ملی لباس پوشی تاجیکان تا به حال هم تنظیم میکردند و طوری هم گفتی ماموران تشکیلات و اداره ها از وارد شوی زنان به اداره های دولتی و یا طربخانه و تویخانه ها جلوگیری میکردند، اما این زمینه قانونی تا به حال نداشت. یک نوع توصیه مجبوری بود، اما حالا ظاهرا مقامات میخواهند به این یک نوع جامعه قانونی بپوشانند و به پررگی از پوشیدن چنین لباس ها جلوگیری کنند. تشکر عبدالله. اما باید بگویم منع پوشیدن لباس مذهبی از جمله حجاب و روسری در تاجیکستان با از سوی سازمان و کشورهای جهانی مورد تنقید قرار گرفت. این هم در حالی است که سرقانون تاجیکستان در انتخاب و پوشیدن لباس به شهروندان تا به حال محدودیتی جاری نکرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برای تاجیکان و ازبک ها جایی نیست. با چنین مضمون یکی از هاستل ها در شهر مسکو اعلان نشر کرده است. هرچند مأموریت سبب چنین تصمیمشان را شرح نمیدهند، ولی آگاهان امور میگویند این گونه محدودیت در بعضی دیگر مهمانخانه های پایتخت مسکو نیز جاری است، زیرا به قول آنها جا دادن تاجیکان و ازبکان برایشان دردسر میآورد. تفصیلات از کیومرث عطا. هاستل یا مهمانسرای شبیه خوابگاه با نام 2 هاستل 2 در شهر مسکو روسیه به شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای خواب نمی‌دهد. مأمور مهمانسرا گفت که ناظر منطقوی در این باره دستور شفاهی داده است. خبرنگار نشریه اینترنتی ریدوس با برگزاری سنجش خواست 3 مهاجر تخیلی را از ازبکستان در این خوابگاه جایگیر کند، اما نماینده مهمانخانه از پذیرش آنها سرپیچی کرده است. در سامانه اینترنتی مهمانسرای 2 هاستل 2 که در خیابان نخیموو شهر مسکو جایگیر است، اعلان مهمانسرا به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای نمی‌دهد آویزان است. چرا شهروندان محض همین دو کشور بر روی خط سیاه افتادن معلوم نیست، چون این محدودیت به نمایندگان کشورهای دیگر از جمله آسیای مرکزی دخل ندارد. خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی به این مهمانخانه زنگ زد. شما شهروند کدام کشور هستید؟ ازبکستان. در اینجا اعلان مهم درج شده است که مهمانخانه به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای خواب نمی‌دهد. برای چی؟ سبب شرح داده نشده است. رهبر مرکز مساعدت و حفظ فرهنگ مردم ازبکستان نعمتجان ممجانوف میگوید در رابطه با چنین برخورد به دادستانی شکایت میبرد. حامی حقوق مهاجران در مسکو ولنتینا چوپیک اعتراف کرد که این گونه موردها واقعا هم جای دارند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. در جمهوری چخ بازی را ایجاد کردند که برای فرق گذاشتن بین اخبار واقعی و یا جعلی که به اصطلاح دیگر فیک می‌نامند کمک می‌کند. مؤلفان نمایش آن را نخست در مکتب‌های این کشور به راه ماندند تا نسل نورس در عصر اطلاعات سر و کلابه‌شان را گم نکنند. جزئیات از خرامان بخوزاده. این قصه ساخته است. نورسان چخ در یک بازی که در آن نقش ژورنالیستان را به هنگام انتخابات پرزیدنتی اجرا می‌کنند، معین نمودن اخبار فیک یا جعلی را می‌آموزند. یکی از نامزدها تصمیم دارد حجت را امضا نماید که تعطیل مکتبی را منع می‌کند. این روند نچندان دموکراتی است، اما شما می‌فهمید. گروه‌ها تلاش می‌کنند مشخص کنند که کدام از این نامزدها دروغ می‌گویند. آنها چند وظیفه گرفتند و برای غالب آمدن باید با استفاده از منطق دلیل‌ها را بسنجند. ما می‌خواهیم به خوانندگان تفتیش نمودن اطلاع را آموزش و افکار انتقادی آنها را رشد بدهیم. همگی چند هفته بعد از نشر بازی مربوط به خبرهای جعلی در چخیه این موضوع جدی گرفته شد. 3 دکبر خدمات استخباراتی کشور حسابات سالانه را منتشر نمود. در این سند آمده است که سامانه‌های نزدیک به کرملین با پخش اخبار دروغین می‌خواهند به افکار مردم تاثیر رسانند. 2 روز بعد از این چنین اظهارات در بروسل نیز صدا داد. اتحادیه اروپا با توجه به انتخابات قریب الوقوع قصد دارد گوگل، فیسبوک و توییتر را موظف کند که هر ماه حسابات پیشنهاد نمایند. دلیل‌های وجود دارند که سرچشمه اخبار جعلی در اروپا و روسیه است. پهن نمودن اطلاعات بر دروغ یک بخش تعلیماتی نظامی می باشد. این یک استراتژی است که هدفش ضعیف نمودن غرب است. سال جاری چنین اتهامات به هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی در چخیه بیان شد. آن زمان نامزد مخالفین یرژ دراگوش هدف تبلیغات سیاه در این اینترنت قرار گرفت. چگونه شما خودتان را از افلاسی که از جانب روسیه پهن کرده می شود حمایت خواهید کرد؟ در این حالت از خود حمایت کردن کار آسان نیست. من امیدوارم که حداقل نصف از آوازدهندگان از عقل سالم کار میگیرند و باور نمیکنند که دراگوش خبرکش، کودک آزار و جاسوسی کشورهای دیگر است. دراگوش انتخابات را باخت و تا کجا در مغلوب شدن او تبلیغات سیاه نقش داشته است مشخص کردن دشوار است. در بازی فیکسکیپ نامزدان بافته شده انتخابات پرزیدنتی تخیلی سال 2028 نقش می‌بازند. مؤلف بازی میلوش گریگورو است. او تبلیغات و اخبار جعلی را در دانشگاه برنو تحقیق می‌کند. ما انکیت‌های گوناگون را ترتیب دادیم. بیشتر اشتراکداران عموماً به سرچشمه خبر اعتبار نمی‌دهند. آنها درباره صفت اطلاع و سنجیدن آن حتی نمی‌اندیشند. و بالاخره غالب این بازی هم معین شد. بازی به خوانندگان خیلی پسند آمد. بازی بسیار شوق‌آور است. به خصوص با نظرداشت رشد اینترنت دنیا سرشار از اخبار بر دروغ شده است. بازی جالب است. احتمالاً برای اختراع آن زیاد کار کردند. به ما معقول شد. تاکنون بیش از 2000 نورسان چخ از این بازی استفاده کردند. این کودکان در دوره پخش شدن اخبارهای جعلی یا دروغین به وای میرسند، اما احتمالاً آنها اکنون تا اندازه فرق میان خبرهای دقیق و درست و دروغین را سرفهم میروند. و گروه صاحبکاران از ولایت سوخت با نوشتن یک نامه دسته‌جمعی طلب دارند که پوزگاه‌های شبانه روزی ناظران اندوز برداشته شوند. برخی صاحبکاران و مالکان کارخانه‌های استحصال آرد این ولایت میگویند هفته پیش مقامات اندوز در نزدیک کارخانه‌های آنها پستگاه تشکیل کردند و به آنها فشار می‌رند. این صاحبکاران چنین عملکرد را غیر قانونی و مخالف به فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره مراتوریای سنجش صاحبکاران و کودکس اندوز می‌دانند. ولی مقامات اندوز میگویند پستگاه‌ها برای نظارت حجم واقعی استحصال آرد و پیشگیری از روی پوش کردن اندوزها تشکیل داده شده است. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو ابونه شوید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد می شود، چون ما برنامه خبری نداریم. از این لحاظ با ما بمانید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.